و سوال 51 میفرماید که بعضی سخنان برایم بنویس که الله با آن به من فایده برساند. یعنی بر من سخن کن، نصیحتی را بنویس، نصیحتی را بگو که بر این نصیحت تو بر من فایده برساند. الله سبحانه و تعالی جواب: اولین چیزی که بر تو توصیه میدهم رو آوردن با آن چیز که محمد صلی الله علیه و سلم از نزد الله تبارک و تعالی آورده است. سنت او را با تمام کمال پذیرفتن، زیرا او صلی الله علیه و سلم از نزد الله متعال به هر آنچه که مردم بر آن نیاز دارند آورده است و ترک نکرد هیچ چیز را مگر اینکه بر ما آموزانید و هیچ چیز را بر ما امر نکرد مگر اینکه از جانب الله سبحانه و تعالی فرود آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیز را از مردم من ننمود مگر اینکه برای انسان خیر نیکو است و هر بدی که بود با شدت ما را از آن منع کرد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل را بر بندگان الله بر امتش قائم کرد و این دلیل حقانی قرآن کلام الله سبحانه و تعالی و سنت او تا روز قیامت با پابرجا و باقی میماند. دیگر برای هیچ کس نزد الله سبحانه و تعالی هیچ عذر دیده نمی شود، هیچ عذر دیگر نمیماند. الله سبحانه و تعالی درباره او و برادرانش از پیامبران میفرماید: ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعدی. بعد روز که ما وحی کردیم به تو ای پیامبر و کسانی که پیش از تو از پیامبران بودند از نوح و پیامبرانی که نبیایی که بعدی آمدند. و میفرماید رسولا مبشرین و منذرین، رسولانی که بشارت دهنده و بیم دهنده هستند، لئلا یکون للناس علی حجه بعد رسول، تا اینکه برای مردم یگام حجت بعد فرستادن رسولان نماند، باقی نماند دیگر حجتی. و کان الله عزیزا حکیما، و الله عزیز و حکیم است. الله میفرماید که ما فرستادیم پیامبران را مژده دهنده و بیم دهنده تا بعد از فرستادن پیامبران برای مردم بر الله حجت نماند و الله غالب و حکیم است. پس بزرگترین چیزی که او صلی الله علیه و سلم از نزد الله آورد و اولین چیزی که با آن امر فرمود توحید الله سبحانه و تعالی است در عبادت با اخلاص و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندادن. چگونه که الله میفرماید: یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، ای جمعه بر خود پیچیده برخیز بیم بیده و پروردگارت رو بزرگ بشمار با توحید. و معنای پروردگارت رو بزرگ بدار این است که او را با توحید بزرگ بدار و عبادت رو خالص تنها از برای او انجام ده. و این توحید پیش از انجام نماز و روزه و حج زکات پیش از هر چیزی هست، پیش از هر شعارهای اسلام است توحید. و معنای این که برخیز و بیمده این است که مردم را از شرک در عبادت الله یگانگی الله سبحانه و تعالی در آن باز بدار، بیم بده آنها را. و این پیش از ترسانیدن از زنا، دزدی، ربا، ستمکاری و پیش از هر گناه کبیره، پیش از هر گناه بزرگی باید از شرک مردم باید بینوده شود و از توحید مردم آگاهی کرده شود. این اصل بزرگترین و واجبترین اصول دین است برای همه مردم از جانب الله سبحانه و تعالی. الله میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن انسان آفریدم مگر اینکه من را عبادت نمایند. برای همین الله سبحانه و تعالی رسولان را فرستانید، کتابها را نازل کرد و فرمود ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و براستی برای هر امت پیامبر فرستادیم با این امر که الله را عبادت نمایند و از طاغوت دوری بجویند. بر همین اساس توحید است که مردم بر کافران بر مؤمنان تقسیم شدند، و هر کی روز قیامت الله را با توحید ملاقات کند و بر او کسی چیزی را شریک قرار نداده باشد و از اهل بهشت قرار میگیرد و بهشت جاودان داخل میگردد. و هر کی با شرک الله را ملاقات نماید الله او را نمیبخشد و او را از اهل جهنم قرار میدهد. پس این است معنای کلمه که هر روز تو میگویی لا اله الا الله، زیرا اله آن کسی است که تو باید او را عبادت نمایی، اله آن کسی است که باید تو او را عبادت نمایی با محبت، با امید، برای جلب خیر و دور شدن در شر بدیها، از او ترسیدن و به سوی او توکل کردن. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم آن چیزی را که مردم برای هدایت و سعادت نیاز دارند از نزد الله آورده است و هر چیزی که انسان را به بهشت نزدیک میکند و داخل بهشت میسازد و رضای الله است پیامبر بیان کرد و هر چیزی که انسان را به دوزخ میبرد راههایش را پیامبر بیان کردند برای ما و شمایان. پس اصل زمینه همه دعوت رسول این توحید است، یعنی اخلاص در عبادت تنها برای الله سبحانه و تعالی بدون شریک قرار دادن بر او. برای همه اولین انسان و آخرین انسان ها دعوت به سوی توحید، آگاه کردن مردم از توحید و منع ساختن مردم از شرک، پیش از نماز، پیش از زکات، پیش از دیگر احکام. الله سبحانه و تعالی مردم برای آن آفریده است که اون را عبادت نمایی، تنها اون را، و از عبادت مردم، از غلامداری
بندگی از غلامداری مردم را سبودش کردن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن انس و تن به خاطر آن آفریده که تنها ما را عبادت نمایند. پس این آیت اصل آفرینش و مقصد اساسی و حیات انسان را از جن ها نشان میدهد. همه عمل ها در عبادت ها باید خالصانه از باره الله قرار بگیرد، مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس این پایه و زمینه تمام فرمانده های پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اگر ما با عبارت دیگه بگیریم، حیات در روی زمین برای عبادت ساخته شده است، آفریده شده است. همه چیز رو ای انسان برای تو آفریدند تا که تو از این نعمت استفاده بری و الله را عبادت نمایی. و اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله را عبادت نمایی و از طاغوت دوری بجویید. در اینجا الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه وظیفه اساسی همه پیامبران را بیان کرد، دعوت به سوی عبادت خالصانه و عبادت الله سبحانه و تعالی و دوری جان از شرک، از کفر، از طاغوتان. هر چیزی که انسان را به سوی عبادت غیر الله میبرد، بود، شیطان، پادشاه ظالم، هوا و هوس و هر چیزی که باشد، این آیت سراسر رساله پیامبر صلی الله علیه و جمع میکند. توحید، عبادت از برای الله سبحانه و تعالی، برائر از شرک، دور از طاغوت. پس موفق کسی است که با توحید زندگی میکند و از شرک دوری میجوید، با اون نزدیک نمیکند. پس او انسان است که کامیاب و سعادت مند، او انسان است که نجات یافته است. اما اگر انسان شرک میآورد، جای او دوزخ است. هر چی اگر عبادت‌های بیشتر کرده باشد، هر چی اگر عبادت زیاد هم کرده باشد. پس خلاصه بزرگترین وصیت از جانب پیامبران که برای انسان فایده میدهد، این وصیت توحید است و بزرگترین نهی از جانب پیامبران این دوریدن از شرک، از طاغوتان است. پس این معنای اساسی کلمه لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. اللهم اجعلنا من اهل التوحید خالص، ای الله ما را از جمله اهل توحید خالص قرار بده و ثبتنا علی دینک حتی نلقاک، پروردگار ما را در دین ثابت بگردان حتی با تو بخوریم. و انت راضی عنا، در حالی که تو از ما راضی باشی. و نجینا من الشرک، پروردگار ما از شرک نجات بده، صغیر و کبیر، از خرد و بزرگش. انک انت الغفور الرحیم، بدرستی تو غفور الرحیم هستی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.